سلام و عرض ادب خدمت تمام دوستان. اینجاییم تا به شما آموزش بدیم چطور به روش قانونیش در حداقل زمان بالاترین مقدار جیم رو در کلش آف کلنز به دست بیاریم و روش های مختلفی داره و ما سعی میکنیم تمام اونا را در این ویدیو شما آموزش بدیم. روش اول زدن موانع از جمله درختها، بوته‌ها، سنگ‌ها است که در 3 منطقه کلش امکان پذیر 2 مپ شب و 1 مپ اصلی و پیشنهاد میکنم هرچه زودتر 2 منطقه دیگر رو باز کنین. شایعاتی هم وجود داره که میگن مثلا اگر موانع رو بیشتر نگهداری بیشتر جیم میدن و یا حرفای دیگه. تمام این حرفا اشتباس و موانع بر اساس این الگو که میذارم جیم میدن. کافیه چند تا رو حذف کنین تا بفهمین کجای الگو قرار دارین. کار مهم دیگه که باید بکنین گرفتن معدن جواهر و ارتقاء اون است که به تنهایی در سال اگر که به طور مرتب برداشت بشه میتونه 1852 تا جیم به ما بده که رقم خوبیه. اگه از این محتوا خوشتون اومده حتما ما رو سابسکرایب کنین و زنگوله کنارش هم بزنین که ویدیو جدید گذاشتیم مطلع بشین. و همینطور شما میتونین کاپیتون رو ببرین بالا و در 3 قبیله برتر جهان باشین که 3 کلن برتر جهان هر ماه به ترتیب 50,000 30,000 و 15,000 جیم دریافت میکنن که این رقم به طور مساوی بین 20 بازیکن برتر کلن تقسیم میشه. روش دیگه زدن اتک های پایتخت هستش و ارتقاء ساختمون های پایتخت است که باعث میشه به شما جیم تعلق بگیره و بعد از زدن هر بار پایتخت به شما مدال پایتخت میرسه که میتونین با اون مدال ها حلقه و یا معجون بخرین و در صورت فروش معجون ها به شما جیم داده میشه و هم میتونین مدال های لیگ رو تبدیل به جیم کنین. باید بدونین که جیم در کلش آف کلنز با ارزش و قیمت 60,000 جیم به پول خودمون برابر با 2 میلیون تومان و ارزش های اکانت به حساب میاد و جزو ارزش های اکانت به حساب میاد. روش دیگه انجام رویدادهایی است که هر ماه کلش برای لذت بیشتر بازی قرار میده که گاهی جوایز اون رویدادها جیم است. در گذشته که ما بازی میکردیم تمام رویدادها جیم میدادن، اما الان اوضاع فرق کرده و رویدادها گاهی جیم گاهی هم معجون جوایز میدن، اما نسبت به گذشته مقدارش خیلی کمه. روش دیگه اینه که شما به قسمت مشخصات خودتون برین و اونجا وظایفی وجود داره که با انجامشون بیشترین مقدار جیم نصیبتون میشه که بعضی از اونا فقط در 1 مرتبه میتونن بهتون 1000 جیم بدن، مثلا نابودی اینفرنوهای عریف در نبردهای تک نفره و یا شلوغ اندازها و یا تک سنگها و یا بردن کاب به بالا که تمام این موارد بهتون جیم میده. روش بعد ادیه های کلن است که برای شما به صورت پیشنهاد قرار میگیرن و مقدار جیم هم بستگی به خرید خودتون داره. تو اعضای کلن اونها رو باید خریداری کنن. در این صورت در چت کلن قرار میگیرن و هر کی بزنه روش دریافت میکنه. پس اگر اینا رو دیدین چت نکنین تا همه ازشون استفاده کنن. مقدار جیم هم بستگی به خرید خودتون داره. اینا ادیه به حساب میاد و ممکنه لیدری بخواد. و یه مورد دیگه که است جعبه جواهر و خودتون هم ازش خبر داریم. منتها یکی از یوتیوبرها یه دونه فیلم پخش کرد که اگه شما جعبه جواهر رو ارتقا بدین و بذارین تو 3 ثانیه‌های آخر برسه بعد لغوش کنین، اینطوری توی هر هفته یه دونه بهتون میده. من خودم انجام ندادم، وقتشو نداشتم، ولی خیلی ها اینو تایید کردم و هزاران کامنت بود که من خوندم که اون کامنت ها نوشته بودن که بله کار درستیه و میشه. خب دوستان رسیدیم به پایان ویدیو و برای دلگرمی ما از چنل ما حمایت کنین.